این جای شرم نیست. روسا میآید ما غلامی اجرا میکنیم، امریکا میآید ما غلامی اجرا میکنیم، جاسوسی اجرا میکنیم. ای مردم، ای ملت، اگر کتاب را خواندن یاد نگرفتین، اگر عربی یا فارسی کتابا زیاد شده خواندن برداشت نکردین، دین از مردم غزه یاد بگیرین. در 15 ماه در حملات هوایی اسرائیل که غزه را به قبرستان مبدل کردن، زن اومد در مقابلش ایستادگین بودن. 50,000 خواهر و مادر و مجاهد و جوانا و مستفیدا به شهادت رسید. یک نفر از غزه به یهودی ها جاسوس پیدا نشد. یک نفر اربکی پیدا نشد. یک نفر در رسانه بلند نشد گفته باشه که ما از دست حماس تباه شدیم، در بدل شدیم. اما هر روز در هر کوچه، در هر دکان مردم، بسیار مردم است میگه، باره میگه ملاها افغانستان خراب کرد، میگه نمیگه؟ طالبا افغانستان خراب کرد، میگه نمیگه؟ ای تجدید ایمان بکو. اگر هر کسی هستی کلمه بخوان، لا اله الا الله محمد رسول الله. امروز تو جهاد را تباهی افغانستان میدانی. جهاد نجات است، جهاد عزت است، جهاد سربلندی است. تو جهاد را چی نام میدی؟ تباهی نام ماندی، جهاد هلاکت نام ماندی. اگر تو غلامی نکنی، اگر تو امریکا را نیاری، انشاءالله العزیز اونا آمدن نمیتونن. امریکا، انگلیسا، ناتو، 48 مملکت کفری از افغانستان درس عبرت گرفته است انشاءالله العزیز. ما به هیچ کس خطر نیستیم. امارت نظام اسلامی میخواه. نظام اسلامی رحمت خداوند است. این امارت است که به خون همسنگرای من و تو، به خون فرزندای من و تو این نظام آمدگی است. انشاءالله العزیز تا یک قطره خونی که در بدن داریم برای دفاع این نظام انشاءالله میرزیم و قربانی میدهیم انشاءالله. از سرحدات این ملک، از مرزهای این ملک، از ناموس این ملک، از مقدسات این نظام انشاءالله العزیز ما آماده قربانی هستیم انشاءالله. مجاهد هستین نیستین؟ کسی مجاهد از دست خدا یک بلند بکنه؟ الحمدلله. امریکایی شما بدانین این ملت مرده نیست. و این ملت اون ملت دیروز نیست که تمام افغانستان اشغال کرده ای. هزاران فدایی ها استشهادی ها انشاءالله تعالی در پیش روی تو قرار داره. امریکا، روس ها، تمام کشورهایی که در افغانستان تجاوز کردن اونها درس خود گرفتن رفتن. انشاءالله العزیز برای قرنها، برای نسلهای بعدی شما انشاءالله همان درس نیاکان ما کافی است برای شما.